روزم با صدای آلارم ساعت 4 صبح شروع شد. طبق روتینم تخت رو مرتب کردم تا هم حس خوبی بگیرم هم یه شروع منظم داشته باشم. صورتمو با فوم شستم، مسواک زدم و رفتم یه لیوان نوشیدنی خنک درست کردم که بعدش برم مطالعه کنم. تکنیک گوجه فرنگی هم گذاشتم و رفتم سراغ مطالعه. این تایما کوتاهن ولی چون بدون حواس پرتی میخونم واقعا مفیدن. تایم استراحتم هم که تموم شد دوش گرفتم، ست لباس کارم پوشیدم و میکاپم رو انجام دادم. اپی که باهاش برنامه ریزی میکنم فوق العاده است. اگه دوست داری بدونی چه اپیه کلمه اردک رو واسم کامنت بذار. صبحانه‌م هم ساده بود ولی خوشمزه. بعدم وسایل محل کارم آماده کردم. شین رامن، انرژیزا، تراول ماگ کافی، وسایل آرایشیم و پنکه کوچیکم. با حال خوب و انرژی مثبت راهی کار میشیم.